24 ساعتی اخیر مویانشاه محمدبеков فقط پیام‌های تبریکاتی می‌گیرد و با اونهایی که به تبریکش می‌آیند ملاقات می‌کند. پسر 21 ساله او سامان محمدبekov شب 17 اکتبر قهرمان جهان اوید به جودو میان نوجوانان شد و نخستین مدال طلا را از مسابقه قهرمانی جهان به تاجیکستان می‌آورد. از تمام منطقه‌های تاجیکستان، از تمام تاجیکستان بزرگم، همه در فیسبوک، در تمام همه پست‌های من تبریکات است. من وقتی که میخونم من خوشبختم که فرزند من توانست که ملت من معرفی کند و پرچم ملت من بردارد. این بهترین خوشبختی برای من است. پدر و خانواده سامان از او این غالبیت را انتظار داشتند. دستیابی به قهرمانی جهان هم به گفته پدر آرزوی بود که تمام این سالها سامان برای آن تلاش داشت. پیروزی سامان در سبقت قهرمانی جهان اوید به جودو در مراکش برای ساکنان تاجیکستان هم خوشترین خبر بود. آنها این حادثه را برای ورزش تاجیک دستاوردی مهم می‌خوانند. چنین جهان پهلوان من فکر میکنم که اگر که سید مومن رحیموف ما را معرفی کرده باشد، بعد از و شریف سلیمان و امروز ما افتخار داریم که سامان ما چمپیون جهان شد. من افتخار میکنم با این. گشتگیر شناخته تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو میان نوجوانان در مراکش در میان بیش از 80 کشور دنیا در وزن تا 73 کیلو دست بالا و به مدال طلا و $2500 سرفراز گشت. او سال 2017 در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو میان نوجوانان مدال برنجی به دست آورده بود. پهلوان تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تمرین میکند، اما در مسابقات بین المللی او همیشه تاجیکستان را معرفی می نماید. این تالار ورزشی تازه تأسیس جای تمرین سامان محمدبekov نخستین قهرمان جهان اوید به ورزش جودو از تاجیکستان است. او اصلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و عمک‌هایش فاتح و ارگش مشق میکند، اما زمانی در تاجیکستان قرار داشتنش انا همین تالار ورزشی کلوب جودوی به نام حاجی شریف جای مشق سامان محمدبekov خواهد بود. حالا در این تالار نورسانی از 5 تا 15 ساله تاجیک تمرین میکنند و هدف کلوب مذکور هم آماده کردن قهرمان‌های جهان اوید به ورزش جودو است. مربیان کلوب جودوی دوشنبه امیدوارند سامان تجربه خود را برای نسل نورس در تاجیکستان هم تعلیم خواهد داد. تا آخر ماه ما انتظار هستیم که سامان محمدبekov به تاجیکستان تشریف می‌آورد و در کلوب ما کلوب حاجی شریف تمرین ها مастер класс با روسی مастер класс برای جوانان برای همه اشتراکچیان کلوب حاجی شریف با یک نمونه یک چیزی خوب پیشنهاد میکنم برای نورسان. سامان محمدبekov فعلا در رده‌بندی جهانی با 1844 امتیاز در جای 31 و در رده‌بندی المپی در جای 22 قرار گرفته است. قرار است پهلوان تاجیک و قهرمان جهان در رشته جودو سامان محمدبekov اوایل ماه نوامبر به تاجیکستان بیاید. مخلصان و دوستداران ورزش از حالا برای استقبال با تنتنه او اظهار آمادگی میکنند. زرنگیز نوروز شاه، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.